على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. زن بهترین کیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. زن بهترین آن است که شوهرش را حرمت می کند، چیز و اشیا و مال و اموال او را احتیاط می کند، فرزند تولد کرده و خوب تربیه می کند، گپ دروغ را به دهان نمی گیرد، خبرکشی را بد می بیند، فریب و درویگی را نمی پسندد. سخن مرد برای او قانون است، هرچی اضافگی نمی کند، پول شوهر را احتیاط می کند، آزاده و خوشگفتار است، دوراندیش و پرهیزگار است، مهنت دوست و سرشتکار است، چشم سیر و اطاعتکار است، بهانه جویی و کارگریزی را بد می بیند، کم گپ و آرام طبیعت است، گپی بسیار را بد می بیند، به دیگران تعصب نمی کند، عزت و حرمت خاندان را به جای می آورد، به بود و نابود قناعت می کند، خود را از شوهر بالا نمی گیرد، به راه آمد شوهر دائما انتظار است، خانه و در شوهر را دائما تازه نگاه می دارد، مهمان شوهر را خوب قبول می کند، شوهر را به یگان کار زبان کوتاه نمی کند، کدبانوی و ماهر است، در هر کار مددگار شوهر است، به شوهر خود خیانت نمی کند، به تقدیر خود تن می دهد، گپ خاندان را مخفی نگاه می دارد، با حق و همسایه و خویش و تبار شوهر مهربان است، عیب شوهر را پنهان می کند، خداترس و علم دوست است، به مدنیت و تربیه‌گر است. بله برادر و خواهر عزیزم، این بود یک چند صفتهای زنی صالحه. آیا امروز زنهای ما مسلمانها چنین صفتها را دارند؟ اگر داشته باشند الحمدلله، و اگر نداشته باشند خودی ما مردان عیبدار هستیم به این، چون باید ما چنین دختران را تربیه کنیم. ما وظیفه‌دار هستیم که چنین دختران را تربیه کنیم. اگر ما پدران و مادران چنین دختران را تربیه نکنیم، آنها از کجا پیدا می شوند؟ پس پدران و مادران عزیز، وظیفه ما نه تنها خوراندن و پوشاندن فرزندان است، بلکه وظیفه دیگری هست که آن مهمتر است. این آموزاندن علم و هنر و کسب و تربیه آنهاست. پس کوشش کنیم که فرزندان خود را علم و ادب آموزانیم تا آنها سبب آبادی این جامعه اسلامی گردند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.